لوبیا پلو یا استانبولی پلو غذاییه که هم میتونین اونو به شکل صافی آماده کنین و هم به شکل دمی. قبلا لوبیا پلوی صافی رو آماده کردم و روی کانال گذاشتم. این بار لوبیا پلو رو به شکل دمی درست میکنم. سلام دوستان، عذرا هستم، با من همراه شین تا یه استانبولی پلوی خیلی خوب و خوشمزه رو آماده کنین. توی تابه مقداری روغن حیوانی ریختم. از کره هم میتونین استفاده کنین یا روغن مایع. 2 عدد پیاز متوسط رو خرد کرده و با روغن تفت میدم. زمانی که یه مقداری پیاز نرم شد، 1 سینه مرغ خرد شده رو که به شکل نگینی خرد کردم بهش اضافه میکنم. به جای سینه مرغ از ران مرغ هم میتونین استفاده کنین. این مقدار موادی که میگم برای 3 الی 4 نفر کافیه. بعد از اینکه مرغ مقداری تفت خورد، 2 عدد هویج متوسط که نگینی ریز خوردشون کردم اضافه میکنم. هویج رو هم مقداری تفت میدم. از همه دوستان، مخصوصا از اونایی که تا آخر ویدیو با من هستن، لایک میکنن، کامنت میذارن و ویدیو رو با دوستاشون به اشتراک میذارن، متشکرم. حالا 400 گرم لوبیا سبز خرد شده رو به مواد اضافه میکنم. لوبیا سبز رو هم باید یه مقداری تفت بدیم. بعد از چند دقیقه که لوبیا هم کمی تفت خورد، 2 عدد گوجه فرنگی متوسط که خرد کردم بهش اضافه میکنم و باز تمام مواد رو با هم تفت میدم. ممکنه شما یا خانوادتون بعضی از اجزای این لوبیا پلو رو دوست نداشته باشین. مثلا هویج بچه‌ها اکثرا دوست ندارن، میتونین حذف کنین، یا گوجه فرنگی. اما این یه لوبیا پلو کامله، یه استانبولی پلو کامله. بعد از اینکه مواد یه مقداری پخت و رنگ لوبیا تغییر کرد، نوبت ادویه ها میرسه. یه مقداری زردچوبه، فلفل سیاه، زنجبیل و نمک اضافه میکنم. اندازه ادویه‌جات بسته به ذائقه خودتونه. و در آخر یه مقدار هم زعفرون دم کرده اضافه میکنم. دوباره مواد رو با هم تفت میدم تا طعم ادویه ها به خورد مواد لای پلومون بره. خوب تمام مواد رو با هم زیر و رو میکنم. 2 قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی اضافه میکنم. رب گوجه فرنگی من خونگیه و طرز تهیه اونو براتون این بالا میذارم. در ضمن میدونین که تابستون فصل درست کردن رب گوجه فرنگیه و رب گوجه فرنگی خونگی خیلی بهتر و خوشمزه تر و موندگارتر از رب گوجه فرنگی بازاریه. حالا نصف لیوان آب بهش اضافه میکنم، هم میزنم و بعد در تابه رو میذارم تا مواد یه مقدار بیشتری بپزه. موادمون کاملا پخته، آب به خورد مواد رفته. موادمون کاملا پخته و آماده است. از روی حرارت برمیداریم و کنار میذاریم و میریم سراغ برنجمون. 3 پیمانه برنجو حدود 20 دقیقه بدون نمک خیس کردم. توی قابلمه میریزم. یه مقداری آب روی اون میریزم و بعد به اندازه کافی نمک. هم میزنم تا نمک حل بشه و بعد به اندازه کافی آب میریزم. همینجور که قبلا هم توی پلوهای دمیمون گفتم، آب باید تقریبا 1 بند انگشت روی برنج رو بگیره. یه مقدار کمی هم روغن میریزم. در قابلمه رو میذارم
با حرارت زیاد تا جوش بیاد. زمانی که جوش اومد مواد سرخ کردنیمون رو به قابلمه اضافه میکنم. هم میزنم تا کامل با برنج مخلوط بشه. حرارت همچنان زیاده. وقتی دوباره جوش اومد حرارت رو کم میکنم، در قابلمه رو میذارم تا کم کم آب به خورد برنج بره و زمانی که آب قابلمه خوش شد دیگه مرحله‌ایه که باید برنج رو دمش کنیم. یه مقداری از دور برنج رو جمعش میکنم. دوباره زعفرون اضافه میکنم به قابلمه و در قابلمه رو میذارم حدود 35 تا 40 دقیقه تا دم بکشه. دوستان همیشه همراه، اسامبولی پلوی خیلی خوشمزه و خوش رنگ و رومون آماده شده. جای همه شما خالی و خدا نگهدارتون.